خب دوستان، دولت محترم بر اساس اجرای اصل 130 قانون اساسی لیست وزرای پیشنهادی رو به شرح زیر جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کردن. به ترتیب حروف الفبا میخونم. 1. وزارت آموزش و پرورش جناب آقای علیرضا کاظمی. 2. وزارت ارتباطات و فناوری جناب آقای ستار هاشمی. 3. وزارت اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب. 4. وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عبدالناصر همتی. 5. وزارت امور خارجه جناب آقای عباس عراقچی. 6. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای محمد رضا ظفرقندی. 7. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای احمد میدری. 8. وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای غلامرضا نوری قزلچه. 9. وزارت دادگستری جناب آقای امین حسین رحیمی. 10. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای عزیز نصیرزاده. 11. وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالوارجد. 12. وزارت صنایع، معادن و تجارت جناب آقای محمد عطابک. 13. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای حسین سیمایی صراف. 14. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای سید عباس صالح شریعتی. 15. وزارت کشور جناب آقای اسکندر مؤمنی. 16. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای محمد رضا صالحی امیری. 17. وزارت نفت جناب آقای محسن پاک نژاد. 18. وزارت نیرو جناب آقای عباس علی آبادی. 19. وزارت ورزش و جوانان جناب آقای احمد دنیامالی.